چیز دیگری که شیطان داخل می شود و خیلی مهم است برای زنها. خواهران عزیز، نقطه های ضعف ما، شیطان از هر در از چی ما زیادتر بترسیم یا ضعیفی ما در چی چیز باشد، از همان جهت به ما داخل می شود. و ببینید که اکثریت گناهی که زنها انجام می دهند علل خصوص در وقت غم و اندوه است. چون وقت انسان غمگین می شود، بالای سرش حزن یا گفتیم بالای سرش مصیبت می آید، شیطان این فرصت رو غنیمت می داند، تمام ناامیدی رو در قلب او جای می کند. ببینید یک بار نشستید در یگان مشکلی که به سرتون آمد، غم خورده، در وقت حالتی هستید که خیلی دلتون شکسته، گفتید من خیلی بیچاره هستم، شیطان شروع میکند آره تو بیچاره هستی، فلانی هم به تو ظلم کرده بود، انا همین شوهر خونت هم چندین بار دلت رو شکسته بود، مادرت هم، پدرت هم، همسایه‌ت هم، ببین تو یگان روزی خوب نداری، در حقیقت بیچاره هستی. اکنون شروع کن، فلانی غم خورد، خیلی خوب شد، به نزد او اصلا نرفت، خیلی خوب شد که او هم به این بلا گرفتار شد، به فلانی قهری شد. در وقت غم و اندوه وسوسه‌ای که شیطان میکند در دیگر حالت نمیکند. خصوصا دائمی به خواهران میگویم از راههای احساسات به شما داخل میشود، یعنی گریه کن، ناامید شو، عموما خوشبین نباش. فرزندت بیمار شد، نشستی و گریه کردی، گفتی بچه من بیمار است، شیطان میگوید ببین فلانی فرزندش خوب است، اصلا وی نماز نمیخواند، وی مثل تو ذکر نمیکند، ببین که بالای سری تو چه خیل بلا میآید، شاید خداوند از تو بیخبر است، شاید همین فرزندت فردا میمیرد، شاید دیگری هم کسل شود و همین گونه غم بالای غم، غم بالای غم میآید. برای همین زینهار که وقتی که غم و غصه بالایتان آمد، نگذارید که شیطان شما را دیگر کشاله کنان، این در به آن در، این در به آن در آواره کند و شما فقط خود را بدبخت حس کنید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد بیمار می رفتن، می گفتن طهورون انشاءالله، یعنی صحت می شوی، این طهور است، از بیماری هم پاک می شوی، از گناه هم پاک می شوی، غصه نخور، غم نخور، هیچ گپ ندارد. در ما نزد بیمار می روند، نه این بیماری خیلی وزمین است، وای بعضی با این بیماری می میرن. یعنی ببخشید همراه شیطان انسان های شیطان هم کم نیستن. یا